شبه جزیره کامچاتکا در خاور دور روسیه شاهد یک برفباری آخرالزمانی بوده که شهرها را مدفون کرده، زندگی روزمره را مختل ساخته و این شبه جزیره را به یک منطقه اضطراری وسیع تبدیل کرده است. Ух ты, как с крыши прямо. Это 4-й этаж, ужас. بخش‌هایی از خاور دور روسیه زیر سنگین‌ترین بارش برف بی‌سابقه مدفون شده است، چرا که دانشمندان می‌گویند این بارش شدید زمستانی می‌تواند به دلیل تغییرات اقلیمی باشد که بر الگوهای هوای قطب شمال تأثیر می‌گذارد. در کامچاتکا رانش‌های عمیق برف جاده‌ها را پوشانده، حمل و نقل را فلج کرده، زندگی روزمره را مختل کرده و باعث اقدامات اضطراری شده است. پس از بارش برف روی پشت بام‌ها و بهمن‌های مربوطه که جان انسان‌ها را گرفت، جاده‌ها مسدود شدند، کمبود آذوقه گزارش شده و وضعیت اضطراری را اعلام کردند. توده‌های برف بین 3 تا 12 متر ارتفاع دارند و گزارش‌ها حاکی از آن است که آپارتمان‌های طبقه 4 در ساختمان‌های بلند در برف فرو رفتند. روسیه سنگین‌ترین بارش برف خود را در 130 سال گذشته تجربه می‌کند که سیستم حمل و نقل در شبه جزیره کامچاتکا را فلج کرده است. برف سنگین در کامچاتکا غیر معمول نیست، اما شدت غیر معمول طوفان‌ها باعث شده است که شهر بزرگ این منطقه تا حدی فلج شود. ارتفاع توده‌های برف به 3 متر و گاهی حتی بیشتر می‌رسد. شبه جزیره کامچاتکا در شرق دور روسیه با شرایط آب و هوایی شدید از جمله بارش برف سالانه و آتشفشان‌های فعال غریبه نیست. با این حال دوام بارش برف و طوفان از میانگین‌های تاریخی بارش برف پیشی گرفته و منجر به قطع برق، مسدود شدن جاده‌ها، لغو پروازها و تهدید قریب الوقوع جان انسان‌ها شده است. Доброе утро. Это доброе. Ну вы молодец, смотрите какой. Я обозначу. Правильно. Ну вы умничка, на дорогу не кидаете, проехать можно даже. در شبه جزیره کامچاتکا مردم محلی در حال پارو زدن در خیابان‌ها دیده شدند، در حالی که امدادگران برای افرادی که در خانه‌هایشان گیر افتاده بودند کمک می‌کردند. پس از آن که ارتفاع برف به حدود 3 متر رسید، حمل و نقل عمومی در کامچاتسکی تا حدودی متوقف شد. این طوفان زمستانی قدرتمند که منطقه کامچاتکا را در نوردید، جاده‌ها و مناطق مسکونی را با برف پوشاند. در برخی مناطق بیش از 3 متر برف در یک روز بارید و ارتفاع برف انباشته شده به 12 متر رسید. مقامات محلی در پتروپاولوفسک کامچاتسکی وضعیت اضطراری اعلام کردند. به دلیل بارش شدید برف، پروازها و حمل و نقل عمومی به حالت تعلیق درآمده یا به تأخیر افتاده است. مکاتب و دانشگاه‌ها لغو یا به صورت آنلاین برگزار می‌شوند. بسیاری از مشاغل نیز به سیستم کار از راه دور روی آوردند. وزارت موقعیت‌های اضطراری روسیه از ساکنان خواست که احتیاط ویژه‌ای را رعایت کنند و هشدار داد که توده‌های برف انباشته شده روی پشت بام‌ها ممکن است هر لحظه فرو بریزند. شهروندان در شبه جزیره کامچاتکا در شرق دور روسیه در میان انبوهی از برف که برای اولین بار پس از ده‌ها اتفاق افتاده سورتمه‌سواری می‌کنند. این برف تلفات جانی و مالی سنگینی بر این شهر گذاشته است. عکس‌ها و ویدیوهایی که بارش سنگین برف در منطقه کامچاتکا را ثبت کردند به سرعت در رسانه‌های اجتماعی وایرال شدند. صحنه‌هایی از کودکانی که در حال سورتمه‌سواری از دامنه‌های برفی به تا ارتفاع یک آپارتمان 10 طبقه انباشته شده بودند. کاربران اینترنتی خارج از کشور که این را دیدند با تعجب واکنش نشان دادند و گفتند آیا این یک وضعیت واقعی است یا یک ویدیو هوش مصنوعی؟ در این تصویری که در 15 جنوری 2026 میلادی گرفته شده است، برف موترها و طبقات پایین آپارتمان‌ها را پوشانده است. بارش برف توده‌های عظیمی به ارتفاع چندین متر ایجاد کرد که ورودی ساختمان‌ها را مسدود و موترها را مدفون نموده. مردم محلی مجبور شدند مسیرهایی که به ورودی ساختمان‌های آپارتمانی یا فروشگاه‌ها منتهی می‌شوند حفر کنند. با مسدود شدن جاده‌ها و فروشگاه‌های محلی نیز با کمبود مایحتاج ضروری مانند نان، شیر و تخم مرغ مواجه هستند. ویدیوهایی که در رسانه‌های روسیه منتشر شده مردم محلی را نشان می‌دهد که در کنار چراغ‌های راهنمایی و توده‌های عظیم برف و ارتفاع چندین متر که جاده‌ها را پوشانده بود، روی توده‌های برف راه می‌روند.
در برخی مناطق ارتفاع برف به حدی است که نمای مجتمع‌های مسکونی تا طبقات چهارم تقریباً قابل رؤیت نیست و زیر برف مدفون شده است. در پیاده‌راه‌ها و خیابان‌ها نیز دست کم تا ارتفاع 3 متر برف نشسته و شرایط را برای تردد موترها و برای برخی شهروندان حتی امکان خروج از خانه را دشوار کرده است. سرعت بارش برف به حدی بود که در چند ساعت موترها به سرعت در زیر توده‌های برف دفن شدند و ساکنان برای پیدا کردن وسایل نقلیه خود در میان برف تونل حفر کردند، در حالی که برف روی ساختمان‌ها انباشته شده بود. Следующее, если вам в эти подъезды надо, вот там пролази, сейчас покажу. Там, вот, ну, короче, там пролезть, и ты будешь там во дворе. Вот это. پس از یک سلسله طوفان‌های زمستانی قدرتمند که هفته گذشته این شبه جزیره خاور دور را با ترکیبی از برف، یخ و باد در نوردید، شرایط جاده‌ای در پتروپاولوفسک کامچاتسکی پایتخت کامچاتکا همچنان بسیار خطرناک است، در حالی که تلاش‌ها برای بازگرداندن این منطقه دورافتاده به وضعیت عادی ادامه دارد. ولادیمیر سولودوف، فرماندار منطقه کامچاتکا، در یک جلسه اضطراری گفت وضعیت جاده‌های شهر بحرانی است. هواشناسان میگویند این میزان برف که از اوایل جنوری در کامچاتکا باریده، از زمان آغاز ثبت داده‌ها در نیمقاره پیش تا کنون بی‌سابقه بوده است. در ماه دسامبر پتروپاولوفسک کامچاتسکی شاهد 3 برابر میانگین ماهانه بارش برف بود، در حالی که از 1 تا 16 جنوری حدود 150% بیشتر از میانگین ماهانه برای آن دوره بود. میانگین ارتفاع برف در شهر به 2 متر رسید و در برخی محله‌ها میزان بارش برف از 3 متر فراتر رفت. رئیس مرکز آب و هواشناسی کامچاتکا گفت آخرین باری که چنین چیزی را دیدیم بیش از 130 سال پیش بود. این شرایط تا آنجا که به مشاهدات مدرن مربوط می شود فوق‌العاده نادر هستند. علت اصلی بارش بی‌سابقه برف در کامچاتکا و دیگر بخش‌های خاور دور روسیه تشکیل سامانه‌های کم‌فشار متعدد در دریای اوخوتسک، دریای حاشیه‌ای در شمال غربی اقیانوس آرام است که منجر به بادهای بیرحم و بارش شدیدی برف می شود که در نتیجه این برف در اوایل ماه جنوری سال 2026 میلادی شهر کامچاتکای روسیه تبدیل به منطقه آخرالزمانی شده و شهر را کاملا برف بلعیده است که زندگی را فلج و به خطر مواجه ساخته است. بارش بیش از حد برف در مناطق مسکونی در کنار فواید آن منجر به بحران انسانی نیز می شود. امیدوار هستیم شهر کامچاتکای روسیه از این بحران به سلامت بیرون شود. سعدالله محمدی هستم و ممنونم از اینکه کانال ما را برای تماشا کردن انتخاب کردید. دیدگاه و نظریاتتان را در قسمت کامنت بنویسید و اگر تا هنوز به کانال ما نپیوستیده باشید، نخست ویدیو را لایک، سپس کانال ما را سابسکرایب و آیکون زنگ را فشار دهید و ویدیو را با دوستانتان شریک بسازید. تا دیداری بعد، خدا نگهدارتان.